I'm late. late معنی دیر کردنه. I'm late میگه که دیرم شده. I'm late. دیرم شده. I'll go now. بهتون گفتیم که I'll فقط نشونه آینده است. میگه این کارو در آینده انجام خواهم داد. I'll go میگه که میرم، چون go به معنی رفتن یا راهی شدنه. I'll go میرم. now الان. I'll go now الان میرم. Let's meet. meet به معنی ملاقات کردن یا دیدن همدیگه بچه. let's یعنی بیا یا بذار که یک کاری رو انجام بدیم. let's meet یعنی بیا که ملاقات کنیم، همون بیا که با هم یه دیداری داشته باشیم. let's meet. let's meet. it's mine. mine به معنی مال منه بچه، یه چیزی مال خودمه. it's mine این مال منه. مثلا میگن این کیف مال کیه؟ میگن it's mine مال منه. it's mine. it's yours. حالا اگه بخوام بگم مال توه میگم it's yours. yours یعنی مال تو بچه ها. it's yours مال تو هستش. it's yours. wear this. wear به معنی پوشیدنه. مثلا I wear a coat. من یه کت پوشیدم. خب this به معنی اینه. وقتی میگم wear this یعنی اینو بپوش. wear this اینو بپوش. take it off. کلا بچه دقت کنید take off یکی از معناهایی که داره در آوردن لباسه. وقتی میگم take it off یعنی درش بیار اون لباسو. take it off. یکی دیگه از معنای take off بلند شدن هواپیما take off که میکنه. okay plane takes off یعنی هواپیما بلند میشه. feel better. feel به معنی یه حسی داشتن یا احساس کردنه. better comparative form good هستش. good به معنی خوبه. better یعنی بهتر. feel better یعنی بهتر بشی. feel better بهتر بشی. یا کسی که مریضه میتونید این جمله رو بگید. please help me. please به معنی لطفاً. help به معنی کمک کردن. پس please help me یعنی لطفاً به هم کمک کنید. please help me لطفاً به من. That's funny. funny به معنی بامزه یا خنده داره. That's یعنی اون هست. اون چیه آقا؟ خیلی فانی خنده داره. مثلا یه جوک گفتی میگه that's funny خنده دار بود، خنده داره. That's funny. I agree. agree بچه به معنی موافق بودنه. I agree میشه پس من موافقت میکنم. حالا در تضادش چیه؟ disagree. میخوام بگم مخالفم میگم I disagree یعنی من مخالفم. I disagree. fix it. fix تعمیر کردنه. fix it تعمیرش کن یا اثباتش کن. fix it. wash it. wash به معنی شستن. وقتی میگم wash it یعنی بشورش. wash it بشورش. dry it. حالا وقتی که شستی میخوام بگم خشکش کن. dry خشک کردنه پس میگیم dry it خشکش کن. dry it. it's clean. clean معنی تمیز یا پاکیزه است. it's clean میگه که تمیزه پاکیزه هستش. it's clean. it's dirty یا dirty جفتش درسته بچه. dirty دقیقا در تضاد clean به معنی کثیف یا چرکه. چیزی کثیفه میگم it's dirty این کثیفه. it's dirty. I'll do it. چی کار میکنم؟ اون I'll میگه چه کاری تو آینده انجام میدم. do it. do به معنی انجام دادن یا عمل کردن. پس I'll do it میگه انجامش میدم. کی آشغالا رو میذاره دم در؟ I'll do it من انجامش میدم. good luck. good به معنی خوبه. luck هم به معنی شانس بخت یا اقبال. پس وقتی میگم good luck یعنی موفق باشه. good luck موفق باشه. I'm done. done بچه معنی انجام شده. پس وقتی میگم I'm done یعنی انجامش شدم، من تمومش کردم. I'm done. اگر بگید it's done حالا بهتره. اگر بخوایم بگین یه کاری انجام دادین بگین
it's done یعنی تموم شد یا انجام شد. این هم میتونه بهتر باشه. start now. start به معنی شروع کردن یا همون استارت زدن خودمونه. now یعنی الان. پس start now یعنی الان شروع کن. فردا دیر. start now. finish it. finish به معنی تموم کردنه. وقتی میگم finish it یعنی تمومش کن. finish it. تمومش کن. are you busy. are you میگه که هستی. busy به معنی مشغوله بچه ها. کسی که سرش شلوغه. پس are you busy میگه که مشغولی، سرت شلوغه. are you busy now اگه یادتون باشه میگفتم میشه چی؟ الان. درسته؟ بخوام بگم الان سرت شلوغه یا الان مشغولی میگم are you busy now. به همین سادگی. show me. show به معنی نشون دادنه. میام که یعنی من. پس show me میگم که نشونم بده. show me. I'm lost. lost یکی از معناهاش گم شدنه بچه ها. پس I'm lost میگه که گم شدم. oh I'm lost. گم شدم. یکی دیگه از معناهایی که lost داره حالا از دست دادن یا یه چیزی رو گم کردن هم میتونه باشه. مثلا I lost it. گمش کردم. I lost it. don't move. move حرکت کردنه. don't move حرکت نکن یا تکون نخور. don't move. don't move. stay still. stay به معنی موندنه. still به معنی ساکن و ثابت بچه، یعنی تکون نخور، ثابت بمون. stay still. stay still. move over. move به معنی تکون خوردن یا حرکت کردنه. over میگه اون طرفتر، یعنی یه سمت دیگه برو. move over اون طرفتر برو، تکون بخور. move over. move over. come closer. come یعنی بیا. closer نزدیکتر. come closer بیا نزدیکتر. step back. step یه قدم بچه ها. back یعنی عقب. وقتی میگم step back یه قدم برو عقب. اوکی، یا همون عقب برو. step back برو عقب. look up. look به معنی نگاه کردنه. up یعنی بالا. پس look up یکی از معناهاش اینه که بالا رو نگاه کن. منتها یکی دیگه از معناهایی که داره بچه وقتی که داخل دیکشنری دنبال یک کلمه میخوام بگم بگرد، میگم look it up یعنی دنبالش بگرد. مثلا معنای کلمه complicated رو نمیدونی، میگم look it up دنبالش بگرد. بعد میبینی که میشه معنیش پیچیده. look down. down با معنای پایینه. look down یعنی پایین رو نگاه کن. look down. حالا مثلا روی پل دیدین تو کارتونا مثلا روی پلن، بعد میخواد بگه پایین نگاه نکن، میگن don't look down. don't منفیش میکنه. don't look down. face me. face به معنی روبرو شدن یا مواجه شدن، همون face to face شدن خودمونه. face me یعنی رو به من باش یا با من روبرو شو. face me. face me. hold this. hold به معنی نگه داشتن بچه. this یعنی این. پس hold this یعنی اینو نگه دار. hold this. drop it. drop به معنی انداختن یا رها کردن. drop it رهاش کن یا بندازش. drop it بندازش. pick it up. pick up بچه خودش به معنی برداشتن، یه چیزی رو از زمین برداشتن میشه pick up. وقتی میگم pick it up یعنی برش دار از رو زمین. pick it up. put it here. here به معنی اینجا بچه. put به معنی قرار دادن یا گذاشتن. پس put it here اینجا بذارش. put it here اینجا بذارش. take it there. take it میگم که ببرش. there اونجا. take it there ببرش اونجا. take it there. اگه ما رو لایق دونستید حتما ویدیو رو لایک کنید. What did you say? What فکر کنم دیگه همتون بدونید به معنی چیه. Did you. did بچه اینجا معنایی به جملتون آنچنان اضافه نمیکنه، فقط برای سوالی کردن ما ازش استفاده میکنیم. منتها یه کاری که میکنه فعلتون رو
گذشته میکنه. مثلا ما اینجا say رو داریم. say به معنای گفتنه. اوکی؟ What did you say معنیش نمیشه چی میگی. چرا اینجوری معنیش نمیکنم؟ چون did داریم. did علاوه بر اینکه جمله رو سوالی میکنه گذشته هم میکنه. اوکی؟ پس یاد بگیر did جمله رو گذشته میکنه. What did you say چی گفتی. What did you say وقتی میخوام سریعتر بگم دیگه نمیگم did you. ده هر وقت به وای ختم شد صدای ج ایجاد میکنه. What did you say چی گفتی؟ Got it. Got گذشته فعل get هستش به معنای گرفتنه. مثلا وقتی میگیم got it یعنی گرفتیش یا فهمیدی، مثل داخل فارسی که وقتی میخوام بگم متوجه شدی میگم گرفتی. got it فهمیدی. really به معنی واقعا. منتها وقتی با این لحن میگین really یعنی واقعا سوالی، حالت سوالی داره، حالا بستگی به لحن خودتون داره. really واقعا. you sure به معنی مطمئن بودنه. وقتی میگم you sure یعنی مطمئنی، کوچولو شده are you sure هستش. you sure مطمئنی. sounds great. sounds به یکی از معناهاش به نظر رسیدنه و اینجا میگه چجوری به نظر میاد. sounds great به معنی عالیه بچه ها. sounds great عالی به نظر میاد. حالا اگه ایده به نظرت بده میگی sounds bad یعنی بد به نظر میاد، خوب نیست. hear به معنی شنیدنه. میام که منه بچه وقتی میگم hear me یعنی صدا میشنوی. یه سری وقتا خط تو خط میشه میخوای بگی الو صدامو داری، میگی hear me can you hear me. can you یعنی میتونی صدامو بگیری. free به معنی آزاد و رها. بعضی جا معنی مجانی هم داره، منتها اینجا معنی آزاد شما کار داریم. now یعنی الان. وقتی میگم free now یعنی الان وقت آزاده. اینم کوچولو شده are you free now. میبینید بچه ها وقتی میخواین حرفه‌ای‌تر یا سریع‌تر باشید نیاز نیست دیگه are you رو بگین، فقط هم آخر جمله رو سعی کنید بگید و کارو درارید. free now وقت آزاده. that's wrong به معنی اشتباهه. that's wrong میگم که اشتباهه، داری اشتباه میگی. that's wrong looks nice به معنی خوبه بچه ها. looks nice میگم که خوب به نظر میاد. looks nice خوب به نظر میاد. looks nice. let's start به معنی شروع کردنه. let's start یعنی بیا شروع کنیم. let's start بیا که شروع کنیم. یا let's rest به معنی استراحت کردن. وقتی میگم let's rest به چه معناست؟ ایول یعنی بیا که آقا استراحت کنیم. let's rest. let's meet به معنی ملاقات کردن. پس let's meet به چه معناست؟ آفرین let's meet ملاقات کنیم، بیا که ملاقات کنیم. let's run به معنی دویدن. پس let's run یعنی بیا که ایول بدویم. I'm busy به معنی مشغول بودن بچه ها. زمانی که سرت شلوغه میگه I'm busy شلوغ سرم. I'm busy. I don't know دقت کنید بچه ها کیش ناخوان هستش. این know به معنی دونستنه. don't چیکار میکنه؟ منفیش میکنه. پس I don't know نمیدونم. I don't know. I'm full به معنی سیر بودن یا پر بودن بچه ها. I'm full میگه که سیرم. I'm full. help به معنی کمک کردن. وقتی میگم help me یعنی کمکم کن. help me کمکم کن. call به معنی زنگ زدنه. میام که یعنی من. پس call me میگه به هم زنگ بزن. call me به هم زنگ بزن. trust به معنی اعتماد کردنه. وقتی میگم trust me یعنی به هم اعتماد کن. trust miss به معنی دلتنگ شدنه. miss you یعنی دلم برات تنگ شده.
مثلا I miss you. من دلم برات تنگ شده. I miss you. یا دلتون اگه برای یک شخص دیگه تنگ شده فقط کافی اسمشو بگید، مثلا I miss دریا. دلم برای مثلا دریا تنگ شده. I miss. See you. see به معنی دیدنه. وقتی میگم see you یعنی میبینمت. معمولا موقع خداحافظی میتونید ازش استفاده کنید. bye bye see you خداحافظ میبینمت. join us. join به معنی ملحق شدن یا پیوستن. وقتی میگم join us یعنی به ما ملحق شو یا به پیوند. join us به ما به پیوند. go away. go یعنی برو. away یعنی دور شو بچه. وقت away یعنی دور. وقتی میگم go away یعنی برو اون طرف، دور شو ازم، نزدیکم نیا. go away. be quiet. quiet به معنی ساکت یا آرومه. پس وقتی میگم be quiet یعنی ساکت باش یا آروم باش. be quiet. move on. move گفتیم به معنی حرکت کردن. وقتی میگم move on یعنی تکون بخور یا به حرکتت ادامه بده. move on. calm down. calm بچه معنی آروم یا خونسرد. دقت کنید که الش ناخوانه. calm نه calm. calm down آروم باش. calm down. call her. call یعنی تماس بگیر با کی؟ her اون خانومه. her بچه برای خانوما یا دخترها استفاده میشه، مؤنث. call her میگم که با اون تماس بگیر. call her. حالا اگه بخوام بگم با اون آقای تماس بگیر call him با اون تماس بگیر. call him. repeat after me با من تکرار کنید. call her call him. بعد میبینم داریم اسمس میکنی میگم call now. call تماس بگیر. now الان، همین الان تماس بگیر. call now. call today. today یعنی امروز. پس call today یعنی امروز تماس بگیر. call today. I'm worried. worried به معنی نگرانه. پس وقتی میگم I'm worried یعنی من نگران هستم. I'm worried نگرانم. I'm nervous. nervous بچه به معنی مضطرب یا عصبیه. منتها عصبی خشمگین نه، حالت عصبی داشتنه. پس وقتی میگم I'm nervous یعنی مضطرب هستم یا عصبیم. I'm nervous. اگرم نیستی میگی no I'm not nervous. یه not میذارید. wait a minute. wait یعنی صبر کن. minute معنی دقیقه است بچه. پس وقتی میگم wait a minute یعنی یه دقیقه صبر کن، یه لحظه وایسا. wait a minute. I like it. like به معنی دوست داشتنه. I like it میگه که دوستش دارم. I like it. اگرم که دوستش نداری میگه I don't like it. این تیشرت رو دوست داری؟ I don't like it. دوستش ندارم. با don't جمله‌مونو منفی میکنیم. That's funny. funny که گفتیم به معنی خنده‌دار یا بامزه است. پس that's funny یعنی خنده‌دار یا بامزه است. مثلا یه چی میگیم that's funny خنده‌داره. That's amazing. amazing به معنی شگفت انگیز یا متحیر کننده است. پس that's amazing یعنی شگفت انگیزه. That's amazing. That's perfect. perfect به معنی عالی یا بی عیب و نقصه. وقتی میگم that's perfect یعنی عالیه، کامله، بی نقصه. That's perfect. That's strange. strange به معنی عجیب غریبه بچه ها. That's strange. عجیب غریبه. That's strange. What do you want? What که همتون میدین یعنی چی. Do you تو do فقط سوالی میکنه بچه ها، معنی به جملتون نمیبخشه. Want خواستن. پس what do you want چی میخوای. What do you want. حالا هر چی که میخوای رو در جواب میگه. مثلا میگه I want من میخوام an ice cream یه بستنی، یا I want a car من یه ماشین میخوام. حالا هر چی که میخوای میگید. What do you need. What چی do you تو need برای نیاز داشتن یا لازم داشتن بچه. پس what do you need چی لازم داری چی نیاز داری. What do you need
من در جواب میگم I need، نیاز دارم یا لازم دارم، بعد هر چیزی که میخوام، مثلا I need money، به پول نیاز دارم. I need money. What do you think? think به معنی فکر کردن، پس what do you think؟ چی فکر میکنی؟ What do you think؟ چی فکر میکنی؟ منم میگم I think، فکر میکنم it's good، خوبه. I think it's good، فکر میکنم که خوبه. I think it's good. به تلفظش دقت کنید بچه، think نمیگم، think. زبون رو بذارید بین دندوناتون و هوا رو عبور بدید. I think. What do you know؟ know که البته با کی نوشته شده، ناخوانا اون کیش. know به معنی دونستنه. What do you know؟ چی میدونی؟ What do you know؟ چی میدونی؟ مثلا میخوام بگم هیچی نمیدونم، میگم I know nothing. nothing معنی هیچیه بچه. I know nothing یعنی هیچ چیزی نمیدونم. What do you mean؟ mean به معنی منظور داشتن بچه. بعضی جا به معنی معنی دادنه، ولی اینجا میگیم منظورت چیه. What do you mean؟ منظور تو چیه؟ What do you mean؟ What do you see؟ see به معنی دیدنه، پس what do you see چی میشه؟ آفرین، یعنی چی میبینی. What do you see؟ بچه این جملات فوق العاده پرکاربردن داخل روزمره، پس اگه میخواین از این دست جملات رو از دست ندین، حتما چنل سابسکرایب داشته باشید تا ویدیو بعدی ما رو ببینید. What do you hear؟ hear به معنی شنیدنه. What do you hear؟ چی میشنوی؟ What do you hear؟ چی میشنوی؟ What do you do؟ What do you میگم که آقا چی تو do انجام میدی، چی کار میکنی. What do you do؟ شغلت چیه؟ منظورمه چی کارا میکنی. What do you do؟ و بعدش بچه شغلتون رو بگید. مثلا من معلمم، میگم I'm a teacher، من یک معلم هستم. I'm a teacher. Go down، down معنی پایینه. Go down میگم که برو پایین. Go down، برو پایین. Go up، go up دقیقا در تضاد داشته. Go up برو بالا. Go down، go up. Bring it، bring معنی آوردنه. وقتی میگم bring it یعنی بیارش. Bring it، بیارش. Send it، send معنی فرستادنه. Send it، بفرستش. Send it، بفرستش، ارسالش. Fix it، fix معنی درست کردن یا تعمیر کردن، پس fix it درستش کن. ماشینم خرابه، میگم fix it درستش کن. Taste it، taste به معنی چشیدن یا مزه کردن بچه‌ها. وقتی میگم taste it یعنی بچشش. مثلا یه غذای مادرت پخته، میگم taste it، بچشش. Write it، write به معنی نوشتن. معلم بهتون میگه write it، بنویسش. Write it. Give it back، give به معنی دادن. Give it back میگن که پسش بده. Give back بچه به معنی پس دادن یا برگردوندن، پس give it back، پسش بده. Give it back. Hold on، صبر کن. Hold خودش به معنی نگه داشتنه، ولی وقتی میگم hold on یعنی صبر کن. Hold on. Good idea، good به معنی خوبه. Good idea میگه نظر خوبیه یا ایده خوبیه. Good idea، ایده خوبیه. Need you، need به معنی نیاز داشتنه. Need you میگه که بهت نیاز دارم. I need you، بهت نیاز دارم. Need you. Kiss me، kiss به معنی بوسیدنه. Kiss me میگه که منو ببوس. Kiss me. Hug me، hug به معنی بغل کردن. وقتی میگم hug me یعنی منو بغل کن. Hug me. Marry me، marry به معنی ازدواج کردن بچه ها، فعله. وقتی میگم marry me یعنی با من ازدواج کن. Marry me، با من ازدواج کن. منتها هر وقت خواستین به یکی بگین با من ازدواج کن، این شکل دستوری نباید بگین. marry me بگین حالت دستوری داره. خودشون وقتی میخوان خواستگاری کنن میگن will you marry me؟ از will you اولش استفاده میکنن، مؤدبانه ترش میکنه. will you marry me؟ با من ازدواج میکنی؟ stay mine،
stay به معنی موندن، mine یعنی مال من، پس stay mine میگه که مال من بمون. stay mine مال من بمون یا با من بمون. good job job به معنی کاره یا شغل، good به معنی خوبه. وقتی میگم good job یعنی کارتو خوب انجام دادی، آفرین. good job good job. یا میتونید بگید good work یعنی کارت خوب بود، جفتش درسته. good job good work یا nice job nice work همشون یعنی آفرین کارت خوب بود.